هفته گذشته هفته سوال و جواب ها گفتیم، متاسفانه فقط به همین یک سوال جواب گفتیم. امروز ان شاء الله کوتاه‌تر میگیریم سوالا را، از بس که سوال به حد زیاد جمع شده بود در دست ما. این هفته را ان شاء الله به پاسخ سوال های شما میپردازیم، بعد با یگان موضوع دیگر را مشخص میگیریم. راستی که موضوع سوال و جواب ها گمان میکنم مهمتر است از اینکه ما یک موضوع اختیار کنیم یک ساعتی دراز در اطراف اون موضوع صحبت کنیم. سوال و جواب که باشد اصلا همون مسئله های روزمره هست، چیزهایی هست که هر روز به درد ما و شما میخورد. از این خاطر انشاءالله اگر پاسخ سوال ها را گوییم خیلی با شرایط موافق تر خواهد بود. خب بیا شو. سوال تعجیلی، اکنم دونمی برادری سوالش کی نوشته بود است، طلب تعجیل کرده است، اما به هر وجه خب تعجیلیش گفته است. سوالی تعجیلی گمان میکنم هر دی همین مکتوبه از یک آدم است، برای خطاش مانند است، هر دیشب سوالی تعجیلی نوشته شدگی است. سرلوحه را به خط سرخ نوشته است، باقیش با رنگی کبود. از همون نوشتنش معلوم است که انشاءالله اهل فهم است، اهل علم است. خب میگوید بینندگان فیلم حضرت یوسف علیه السلام در یک شبهه افتیدند که چرا آنها 5 وقت نماز نمیخوانند. برخی کشفهمان میگویند نماز هم ضروری نبوده است. نعوذ بالله. فیلم حضرت ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و دیگران را دیدیم آنها 5 وقت نماز نمیگذارند. میشد است کو اولا انشاءالله من گمان میکنم که این جهلا، این کسایی که استخانه میگویند اهل مسجد ما نیستند. شاید که اصلا اهل مسجد نباشند، زیرا کسایی که اهل مسجد هستند، کسایی که از حکم نماز با خبر هستند، هرگز این سخن بی معنی را نمیگویند. نعوذ بالله، هر کسی همین را دانسته گوید کافر می شود، از اسلام خارج می شود. زیرا فرضیت این 5 وقت نماز با امر خداوند متعال است و جمیع مسلمانان در فرضیتش اتفاق کرده اند و یکی از بناهای اسلام محسوب می شود و هر کسی که این کار کند نعوذ بالله او کافر می شود. خب اما او کسایی که از حکمت و فلسفه شریعت ها بخبر هستند، از دین خدا بخبر هستند، گمان میکنند که مادام که ابراهیم علیه السلام پیغمبر خدا بود، موسی علیه السلام پیغمبر خدا بود، حضرت یوسف علیه السلام پیغمبر خدا بود، پس هر چیزی که در زمانهای همونا بود بر ما واجب است بس. اما چنین نیست. خداوند این سفسطه ها را در قرآن عظیم شان از سر ما و شما دور کرده است. خداوند وقتی که وصف پیغمبران خیش را میکند با آنها مراجعت میکند که لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. ای مسلمانان، برای هر یک از شما ما یک شریعت و یک راه عبادت، یک برنامه عمل درست کرده ایم. لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. شما در یک شریعت نیستید، شریعت های شما مختلف است. ولو شاء الله لجعلکم امه واحده. اگر خدا میخواست همه شما را یک امت واحد میکرد، همه شما را صاحب یک شریعت میکرد، صاحب یک دین میکرد از ابتدا تا انتها. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم. ولیکن خداوند متعال می آزمایه شما را، امتحان تو میکنه در همون چیزی که برای تو عطا کرده است که تا کدام درجه به حکم پروردگار شما مستقیم هستید. فاستبقوا الخیرات. پس در خیرات، در عمل نیک به همدیگر مسابقه کنید. سخن پروردگار بزرگ است در قرآن عظیم شان. وقتی که شرح میدن، وقتی که کتابای تفسیر را میبینیم، لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، از برای هر کدام از شما ما شریعت و برنامه عمل درست کرده ایم
مفسرین کرام میگویند یعنی که خداوند متعال از برای یهود یک شریعتی را جور کرده بود، شریعت موسی علیه السلام دیگر است. برای نصرانی ها شریعت دیگری را جور کرده بود. غرض از شریعت چیست؟ یعنی انمو راه و طریق های عبادت پروردگار. مثلا یکیش عبادت خدا را به شکلی میکرد، شخصی دیگرش به دیگر شکل میکرد. پس شرط نیست که نماز در همه یک خیل باشد، با یک شکل باشد، با یک قاعده باشد. این نمازهای پنجگانه که ما و شما میخوانیم، این رکوع و سجده و خضوع و قعده هایی که ما داریم، هدیه خداوندی به امت محمد صلی الله علیه و سلم است. فراموش نکنید برادرای عزیز. 5 وقت نماز بر محمد صلی الله علیه و سلم و بر امت او از شب اسراء، شب معراج که سال 10 بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود فرض گردانده شد. تا او وقت 5 وقت نماز فرض نبود. وقتی کتابو را میخوانیم، کتابای شرحه، گفته می شود که عادتا مسلمانان 2 نماز میخواندند. یک نماز قبل از طلوع آفتاب، یک نماز بعد از غروب آفتاب. یکیش نماز صبح بود، دیگرش نماز شام. 2 رکعت نماز میخوندن. این 5 نماز نبود. وقتی که خداوند متعال حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم مهمان خیش خواند، دعوتش کرد، وقتی که در عرش اعلا پیامبر صلی الله علیه و سلم به مصاحبت خداوند متعال مشرف گشت، خداوند این نمازها را براش فرض گرداند. اگر یادتون باشه وقتی که قصه معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم با شما میکردیم، همونجا بیان کردیم که پروردگار حق سبحانه و تعالی از برای حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم و از برای امتی بزرگوار 50 نماز فرض گرداند. 50 نماز. بعدا هر باره با پافشاری حضرت موسی علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم التجا میکرد، نزد خدا بازگشت میکرد، تا اینکه عاقبت الامر خداوند 5 نماز با 5 نماز مبدل گرداند و به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم مراجعت کرد: یا محمد صلی الله علیه و سلم انه لا یبدل القول لدی. گفت قول من، سخن من تبدیل نمی‌یابد. و ان لک بهذه الخمس 50. از این خاطر بر تو اگر چنده که 50 نماز 5 نماز گرداندم، در عوض 5 نماز ثواب 50 نماز عطا میکنم. این از سال 10 بعثت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم فرض گشته است. زمان حضرت یوسف کی بده مردم از برای خدا؟ لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا. خداوند برای حضرت یوسف یک شریعتی دیگری را داده بود. اصلا حضرت یوسف صاحب شریعتی نو نیست. شریعت یوسف علیه السلام شریعت ابراهیمی است. حضرت یوسف پیامبر مرسل نیست، نبی است. همچنانه که یعقوب پدرش نبی بود، همچنانه که اسحاق باباش نبی بود، رسول بابا کلانش ابراهیم علیه السلام است که صاحب شریعت بود. و حضرت یوسف هم طبق شریعت حضرت ابراهیم خلیل عبادت میکرد. همون عبادتی را که خدای تعالی براش فرض گردانده بود همون را انجام میداد. اونا را اگر خدای تعالی این نمازی را که برای ما داده است میداد، به دل جان با یک شادی و خرسندی این را انجام میدادند. آخه در باره فضیلت نماز ما با شما ساعت‌های طولانی گپ زدیم، دیگه حجت به گپش نیست. نمازی که هم راحت روحانی برات بخشه، هم راحت جسمانی برات بخشه. کدام روز در تلویزیون دیدم در کارخانه‌های دولتی، مؤسسه‌ها در روسیه فیزاریت که یک دقیقه فیزاریت که هم جدا کرده بودند. از سر کامپیوتر میخزونن مردم در بانک، بعد همون 5-10 دقیقه فیزاریت که میکنن. همون فیزاریت که نماز است. نماز اگر او فیزاریت که آدم مانده کند، نماز برعکس هم به تن جانت قوت میبخشه، هم روحت بالیده میگردد که من فرمان خدا را اجرا کردم، فریضه الهی را انجام دادم، هم اجر ثواب در
مقابلش میگیری. از همین خاطر در مسئله های احکام شریعت ها را به همدیگر آمیخته نکنید. در یک چیز پیامبران همش یکن. سخن خداوند متعال که در قرآن فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان دین عند الله الاسلام، بدرستی که دین برحق نزد خدا فقط و فقط اسلام است. همه را بعضی ها نمیفهمند، پس میگن که در زمان آدم علیه السلام چی بود؟ اسلام نبود کو. در زمان ابراهیم علیه السلام شریعت دیگر بود کو. براشون میفهمونیم که اسلام دو معنی دارد، معنی عام و معنی خاص. اگر به معنی عام گیریم، اسلام دین وحدانیت است، یکتا پرستی است، خدا را یک و یگانه دانستن است. دین آدم علیه السلام تا خاتم علیه و علیه السلام است. اما اگر به معنی خاصش اسلام بگیریم، همچه شریعت اگر بگیره باش، در اون صورت این شریعت خاصی محمد صلی الله علیه و سلم و پیروان معتقدان او است. اینجا وقتی که خدای تعالی میگه که بدرستی دین برحق نزد خدا فقط و فقط اسلام است، غرض انم یکتا پرستی را در نظر دارد. در عقیده پیامبران اختلاف ندارند، همشو خدا یکتا را عبادت میکنند، مردم به سوی خداوند یکتا دعوت میکنند، همه پیغمبران را بر حق میدانند، همه کتاب ها را بر حق میشناسند. در اینجا اختلاف نیست. در حدیثی که امام بخاری روایت میکند از پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده است، حضرت رسول الله گفت نحن معشر الانبیاء اخوة لعلات، ما گروه پیغمبران برادری علات هستیم، یعنی برادری که مادراشو جدا جدا هست و پدرشو یک است. امهاتنا شتا و دیننا واحد، یعنی که مادرامو گوناگون از هر کدوم مادر داریم پدر داریم، اما دین و دین یگانه است، دین موحدی است، دین یکتا پرستی است. اما وقتی که صحبت در موضوع شریعت می رود، عبادت خدا را چی نباید کنیم، در اینجا البته که بین اختلاف ها هست. مثلا در شریعت ابراهیم علیه السلام نکاح بین اپا و خواهر با یک مرد درست بود. حضرت یعقوب علیه السلام ابو بینید دو دختری تقاش بزنی کرد. نه شما فیلم هم که تماشای کردگی که با فکرم نامی همون زناش هم میدونه. دو خواهر با یک نکاح گرفتن درست بود. اما در شریعت محمد صلی الله حتی در شریعت موسی علیه السلام علیه منع شد. از زمان موسی علیه السلام نکاح اختیین، نکاح دو خواهر با یک مرد منع شد. در همین منطقه 65 میکروریون یک برادری نمازخوان، اهل مسجد، اهل جمعه، دو خواهر با یک نکاح گرفته بود است. همه داملاش را گفتیم که مرده که خوب بخی نمازخوان بود است، تو خبر نمیکنی که زنا کرده است ای جوان مرد، به هر دش زینای حرام کرده است، عمل حرام کرده است. میگه در این موضوع خطیش گپ زدی، میگه همین موضوع خطی من چخ چخ نکنی. سبحان الله، چخیل چخ چخ نکنی کاری حرام؟ برای اون که این زنا براش حلال گردن باید یک نفرش طلاق کنه تا زمانی که عدت او زن نمیگذرد به همون زن اولش معامله و مناسبت براش حرام است. عدتش که گذشت سه حیث که دید بعد با زن خودش معامله کرده میتونه، تا او زمان به هر دو زن زنا کرده است این مرد. با فکرم صاحب دنیا های پول استراب میته همون ملهورا دیگه که میروان همون در دستشو سخت غوث میچسبونه و میگه در این موضوع چخ چخ نکنه، دیگه خب میکنن. ای خدا بترسه، پگه در پیش خدا مسئول است، جواب میگه. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرد هر کسی از شما امری منکری را دید، اگر قدرت دارد امکانیت دارد با دست باید اصلاحش کند. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر با دست نمیتونه با زبان باید اصلاحش کند. فإن لم يستطع فبقلبه، اگر غیرتی با زبان حتی گفته ندارد باید با قلبش همون را
مزاحمت کند، یعنی که خانهش نرود، خطش همنشینی نکند. اما ببینید در شریعت ما حرام است. مگر کسی میتونه دعوا کنه که حضرت یعقوب علیه السلام اپا و خواهر گرفته بود کو، پس چرا برای ما ممکن نبود است؟ آخه شریعت حضرت ابراهیم دیگر بود، شریعت ما دیگر است. در شریعت موسی علیه السلام شما ببینید خوردن روغن حیوان، روغنی که از حیوان گرفته میشه حرام است. گوشت شتر حرام است، نمیخورن. اگر به شرطی که در لباسش نجاست افتاد او را میگن به شستن دیگه پاک نمیشود، البته او را میبرن در همون جایی که نجاست غلطیده است، او را قطع میکنن میبرن میپرتوین. اما در شریعت ما الحمدلله هیچ چیز نیست. یک چیز برای تو بگم، وقتی که شریعت بعدی می آید، حکمهای شریعت اول که با شریعت بعدی اختلاف دارن منسوخ میگردن، بیکار میشوند. دیگر اگر کسی به او شریعت پیشینه عمل کند که در فلان شریعت بود، گناهکار میشود. ممکن نیست. تصور کنه که کانستیتوسیون ها زیاد عوض میشوند. به همین عمر اندک خودمون ما چندی بار دیدیم که کانستیتوسیون عوض شدن. یک شخص بگه که کانستیتوسیون سال 70 ده فلان کار بود، من موافق همون کانستیتوسیون عمل میکنم، آیا گپش پذیرفته میشود؟ هرگز نه. بر همه واجب است که موافق کانستیتوسیون نو قبول شده عمل کنند. حکم همی است. همه شریعت ها هم همه حکم دارند برای همه. ولی بعضا ما را مزاحمت میکنن، شما اهل کتاب فلان میگویید، بسم میگویید. ما هیچ شو نمیگیم. واقعی شریعت گفته شو، خدا گفته شو، پیغمبر گفته شو. وقتی که شریعت نو آمد، بر اونا واجب است که موافق شریعت نو عمل کنند. حالی متاسفانه بعضی زیایا بعد صدای دخول بلند میکنند، طبل زنیده میدرویند، ملاها اهل کتاب حکم به کفر میکنند. سبحان الله، اونا خودشون حکم به کفر میکنند، ما نه. شخصی که یک کتاب خدا را انکار کند کافر میشود. اما یک کتاب خدا را اگر انکار کرد کافر میشود. آخه ما اونا را مجبور نکردیم که قرآن را انکار کنند. ما یهودی ها را مجبور نکردیم که انجیل را انکار کنند. انکار کردن کافر شدن. شخصی که یک پیغمبر خدا را اگر انکار کند کافر می شود. همه مسلمان های ما اگر یک پیغمبر خدا را نعوذ بالله انکار کنند کافر می شود. ما اونا را مجبور نکردیم که شما مثلا محمد صلی الله علیه و سلم قبول نداشته باشید. ما یهودی ها را نگفتیم که شما عیسی علیه السلام قبول نداشته باشید، همچه پیغمبر. مادام که قبول نمیکنن حکم کفر برای خودشون خارج کرده است. یعنی نو پس وقتی که شریعت محمد صلی الله علیه و سلم در عالم منتشر شد، بر همه واجب گشت متابعت شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کسی حقوق ندارد ادعا کند که ما با شریعت پیشین عمل میکنیم. نعوذ بالله، خیلی گپ نیست. در حدیث اومده است، امام مسلم روایت میکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، لا یسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بالذی ارسلت به الا ادخل النار او الا کان من اصحاب النار. قسم به خدا گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هر کسی که از من با خبر می شود، از دین من آگاه می گردد، بعداً با شریعتی که خداوند بر من ارسال کرده است، بر قرآنی که خداوند بر من نازل کرده است ایمان نمی آورد، این شخص از اهل دوزخ است. نه دین نصرانیش کمکش میکند، نه دین یهودی. پس در پاسخ او برادرایی که ادعا میکنن که مقصد در دیگر شریعت ها به دست مهم نیست، که ما میگوییم که برادرای عزیز، شما معتقد پیروی آخران شریعت در دنیا، آخران پیغمبر در دنیا محمد صلی الله علیه و سلم هستید. موافق انمی شریعت بر ما واجب است و با تمام مردم عالم واجب است عبادت کردن خدا. یعنی همون نمازی که امروز یهودی ها میخوانند، راست استاده و خدا تکان داده،
یا عبادتی که نصرانی ها در کلیساشون میکنن، همه اینو منسوخ شده است. اینو پیش خدا پذیرفته نمیشه. بر اونا واجب است مثل ما نماز خواندن، شریعت ما را قبول داشتن، به حکم اسلام عزیز عمل کردن. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. و خداوند حکمش صادر کرده است در قرآن. هر کسی که غیر شریعت اسلام شریعت دیگری را اختیار کند، از او پذیرفته نمی شود و او از زمره خاسرین، از زمره اهل دوزخ محشور خواهد گشت.